گل 22 یه سو به عشق کریس بریم. اینجا نمیره خودش. سلام بچه ها، امروز قرار 10 تا دیگه از گلای رونالدو رو ببینیم. گفتیم که ما روزای زوج شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 1 ویدیوامون منتشر میشه. ما رو چنل ما رو ساب کنید که حتما گلای زیباتری قرار ببینیم. اگه رونالدو فن یا عاشق رئالی حتما ما رو تماشا کن. اول از گل 21 شروع کنیم. گل 21 یه پاس عالی. رونالدو مرده اومد 2 تا پاس گل با پای راست داد. مرده اومد با پای راست داد. گفتن توپ طلا رو بدیم بهش. این داشت سخت ترین گلا رو با پای چپ میزنه. بازیش هم با لیون، لیگ قهرمانان. دیگه مشخصه دیگه همه چی. برای اینکه مسی پسر فیفا هست دیگه همه چی مشخصه. این بدبخت تنهایی از 17-18 سالگی رفتگر بوده. این یکی مثل ما بود. حالا ما رفتگر نبودیم ولی خب زحمت کشیده رسیده به بهترین جا. بریم برای گل 22. فعلا شماره 9 رونالدو توی رئال. گل 22 استوب میزنم اینجا. از همینجا مشخصه که سوپر گله. خدا بخیر کنه. بریم گل 22 یه سی به عشق کریس بریم. اینجا نمیده خودش. تمام. چه گلی زد پادشاه فوتبال دنیا کریستیانو رونالدو. اگه عاشق رونالدو ما رو ساب کن لطفا، مرسی. گل بعدی 2 تا گل پشت سر هم ولی توی بازی نیست. 2 تا گل پشت سر هم ضربه ایستگاهی. رونالدو ای جان کجا زد؟ من نمره رو یادم رفته. واو. گل قبلیش 8. گل اولش هم بهش 6 میدیم. تمام کنندگیش خوب. این گلش هم بهش 7 میدیم. نزدیک بود. قشنگترین جا ولی زد. اینجا نمیدونم اصلا خوشحالی نداشت رونالدو. اصلا خوشحالی نداشت. سو از اردوی آمریکا شما که اونجا گلشو به چلسی زد رفت سو انجام داد. گل 24. بچه میدونین رونالدو چند سال شماره 9 پوشید؟ اگه میدونین حتما توی کامنت ها بهم بگید. رونالدو بازم جایی که باید پای چپ باشه رونالدو رفت اونور بهترین گل زد. به خدا پای چپ نمیتونه اینجوری بزنه. اصلا بابا نمیشه اینو مقایسه کرد. بازیکنان الان اصلا 1% رونالدو هم نیستن. من نمیدونم چجوری 7 دادم به وینیسیوس آشغال دلغک. بریم برای گل 25. پنالتی از کریستیانو. واریسکی بود. گل قبلیشو بهش میدیم 7 چون خیلی قشنگ زد قشنگ تا که جایی که پای چپ بعد اونجا باشه. این گل هم بهش 4 میدیم چون سخت. شما وای گرفت آقا این گل. وای نه رونالدو آقا این چرا اینقدر خوبه؟ کریستیانو رونالدو. آقا بشمارین. بازم میگم بشمارین که ما توی هر ویدیو چند تا رونالدو با کجا گل میزن. این هم پای چپ. میگن رونالدو دریبل فلان بلد نیست. خدا. این گل بهش 9 میدیم. مارسلو تو میگیره اینجا.
با فکرم سانت یا علی وای مارسلو رونالدو اصلا خیلی قشنگه. رونالدو گرفت بابا نکنیم کارو. گلی که با مارسلو زد بهش به خاطر ترکیب مارسلو رونالدو 6 میدیم، این گل هم بهش 8 میدیم چون از وسط زمین گرفت رپ زد تموم کرد. گل یه موقعیت بده بهش. گل 29 به چه سانتری که چه سانتری، وای چه خوشحالی میکنیم. چه سانتری کرد، به خاطر سانترش 4 رو میدیم، به خاطر هدی که رونالدو زد 2 رو میدیم 6. یه سانتر زیبای دیگه. چه سانتری کرد، چه تموم کنندگی. بازیکن کامل یعنی هر چی بدی میزنه. یه سانتر زیبا از راموس، یه استوب زیبا و آقا این دوتا گل قشنگ نشون میده که به رونالدو پاس بدی میزنه. تو اون دوران هیچ کس نمیتونست رقیبش بشه. مسی کیه آخه؟ خب ویدیو امروز هم تمام شد. امیدوارم که نظرتون رو حتما بگین. ساب کنین چنل ما رو که فعلا سومین ویدیوه، هنوز مونده تا آخرین گلای رونالدو توی رئال. حتما ما رو ساب بکنین که گلای قشنگتر قرار ببینیم. حتما هم نظراتون رو بهم بگین. مرسی.